سلام استاد، شاگرد نمیخوای؟ نه بعد چه جور؟ تو رو خدا استاد، پولشو لازم دارم. کلا یه ماه پیشتون کار کنم. تنبلی نکنی ها. برو از اونجا آچار 15 رو واسه من بیار. بدو. پسر حقوق تو ریختم همون شماره کارتی که داده بودی. بر بده پدر مادرت. الکی جای خرج نکنی ها. مرسی استاد. یعنی کجا میتونه بره این بچه؟ رضا جان حواست باشه، مغازه من الان میام. قام شو برو بیرون ببینم بچه پر رو. چی شده پیمان؟ بچه واسه چی اومد اینجا تو؟ همون که خونش افتاده عقب یه کارت آورده برای من میگه 1 ماه رو حساب کن. ببین پسر خوب، این ماه کرایه‌تون رو ندید خونه رو تخلیه می‌کنید. اینم کارته. برو بیرون. راست میگم، مردونگی به قد و هیکل نیست. این بچه این مرد اومد 1 ماه پیش من کار کرد تا بتونه اون پول جمع کنه. استاد ببخشید. تو ببخش. کاش همه مثل تو مرد بودن. الانم برو مغازه.